برای جمع کردن اتویی که باز کردیم، اول دو تا قسمتی که بیس کار هست یعنی المنت و قسمت پلاستیکی بالاش و قمقمه‌مون رو باید در اختیار داشته باشیم تا بتونیم شروع کنیم. این زبانی هم که برای آبپاش هست حتما سر جاش قرار بدین. اول باید نوک اتو رو به صورتی که این سوراخ پیچ با این برابر باشه قرار میدین و چفتش میکنید که اول ابتدا و انتها رو فشار میدید. به این صورت چفت میشه. این از چفت شدن این که مطمئن شدید دستگیره بالایی رو باید قرار بدیم. البته یه نکته قبل این وجود داره. ما این پایین یه ولوم داریم. این ولومی که پایین هست رو قبلا اگه یادتون باشه یه نکته رو بهتون گفتم. این زبونه‌ای رو که داره نگاه کنید، این خط راست، بعد با خط راستی که روی ولوم داره رو برابر کنید و تو جاش قرار بدید. یادتون باشه که تو کمترین حالت باشه، یعنی به برعکس عقربای ساعت توی جایی که دیگه بسته نمیشه. حالا سر جاش قرار میدید و بعد ولومو چک کنید ببینید درست کار میکنه. اگه درست کار میکرد شروع میکنیم به بستن پیچ. ابتدا پیچ نوک اتو رو میبندیم و سفت میکنیم. یادتون باشه که این پیچ حتما باید سفت باشه. یکم شل میذاریمش تا دو تا پیچ بعدی که انتها قرار داره رو اضافه کنیم. این دو تا پیچ رو هم میبندیم. بعد از بستن این دو تا پیچ چک میکنیم که ببینیم بالای اتومون یعنی دستگیره و قمقمه به بدنه چفت شده یا نه. اینجا اگر خواستین روکش پشت چیز رو قرار میدیم، پشت ولوم رو قرار میدیم که دو تا نوک تیزش رو روبرو قرار داده و تو جاهاش صفر میکنیم و نیاز به ابزار خاصی نداره. حالا در پوش قسمت پیچ جلویی رو میبندیم. البته ما اگه تو مارشو گفتیم پیچ یکم شل میذاریم تا بتونیم کامل انجام بدیم. الان پیچ رو کاملا صفر کنیم و در پوش رو میذاریم. برای مرحله بعدی بعد شاسی آبپاش رو تو جایی که بود قرار بدیم. یه در شیشه‌ای هم داره برای قسمت قمقمه که ازش آب پر میکنیم. تو این قسمت هم یادتون باشه باید به صورت عمود بکشید بالا، بعد اینو جا بزنید، چون زبونی که داره عمود جا میخوره و هیچ موقع اینو به صورت 90 درجه کمتر از 90 درجه انجام ندید. حالا برای بستن سیم ابتدا اون قسمت، من تو ویدیو قبلی در آوردن این قسمت سیم رو بهتون یاد نداده بودم. این خیلی ساده است. داخل این 4 تا شیاری که داره میکنید و با 2 تا دستتون فشار میدید. برای در آوردنش هم کافی فقط دستتون رو این بندازید و در بیارید. این چیز خاصی نداره. حالا میخوایم دستگیره رو جا بزنیم. 2 تا خار رو میندازیم زیر و فشار میدیم و جا میخوره و سیم رو از بغل این قابی که هست رد میکنیم و سیم رو داخل 4 پینی که پشت اتو هست قرار میدیم. این کاری که انجام دادیم باید در پوش جای سیم و نگهدارنده سیم رو پشت سرش سفت کنیم. این زیاد چیز خاصی، ابزار خاصی نداره. تو جای چفت میشه و یه پیچ میخواد. توی پیچایی که مونده کوتاه‌ترین پیچ مال اینجاست. شما این پیچ رو هم سفت میکنید. پیچ رو که سفت کردید و مطمئن شدید تو جاش سفت شده، میریم سراغ قطعه‌ای که در پوش سیم و نگهدارنده رسوبگیر هست. 2 تا خار داره. اون 2 تا خار حتما بالا بیفته و بغل سیم برقمون یه فشار ساده که بیارید جاش چفت میشه. حالا 2 تا پیچ بلند مونده‌مون رو یکیش رو سمت راست و یکیش رو سمت چپ صفر کنیم. یادتون باشه که این پیچا ستاره‌ای هستش و با فازمتر هم باز میشه، یعنی فازمتری به اندازه اون بخوره هم باز میشه. ولی اگه پیچ‌گوشی ستاره یا آچر ستاره هم داشته باشید کار راحت‌تر میشه. آخرین قطعه‌ای هم که نیاز به هیچ ابزاری نداره برای اضافه کردنش رسوبگیر هست که شما حتما دستگیر 45 درجه پایین باشه و اضافهش کنید. حالا اتو رو به برق می‌زنیم، می‌بینیم که اتو کاملا درست داره کار می‌کنه، ولوم درست داره کار می‌کنه و کارمون با اتو تموم شده. ممنونم که با نحوه باز و بست کردن این اتو منو همراهی کردید.